عجیب است که اگر کتاب را چندین مرتبه تکرار و تکرار خوانیم، آن در نظرمان بزرگتر می شود. مثل که در هر باری خواندن چیزی بین صفحه ها باقی می ماند. احساسات، اندیشه ها، صداها، بوی ها. و وقتی شما بعد از چندین سالها کتاب را دوباره صفحه گردان می کنید، آنجا خودتان را در می یابید. کمی جوانتر، کمی دیگرگونه تر از حاضر. گویا کتاب شما را میان صفحه هایش چون گلی خشکیده همراه با یک وقتها دوست و حال و نفری ناشناس نگاه داشته است. می نویسد در کتاب خود نویسنده آلمانی کارنلیا فونکه. در حقیقت هم کتاب دوست بی همتایی است که همیشه مورد ستایش ادیبان و شخصیت‌های معروف تاریخ قرار گرفته، خواننده‌اش را به راه درست زندگی هدایت می‌نماید و در ضمیرش احترام و محبت را بیدار کرده او را از تجربه سرگذشت قهرمان‌هایش برخوردار می‌نماید. повести نویسنده фаронсавӣ گектор مالو با نام بپرستار از جمله چنین کتاب‌های سرگذشته است که از زبان قهرمان اساسی ریمی یتیم نقل می‌یابد. شما این کتاب را خوانده ایستاده کشور افسانه‌ای فرانسه را همراه قهرمان اساسی اثر ریمی چرخ زده از سیاحت‌ها و سرگذشت او در زمان جستجوی عائله اصلیش آشنا خواهید شد. повести مذکور نهایت شوق‌آور و پرماجرا بوده. در آن نویسنده اساساً سرگردانی‌های ریمی یتیم و دوستان و نزدیکان او را که در کوچه‌ها به عودنوازی مشغول شده روز می‌گذرانند خیلی ماهرانه تصویر نموده خواننده را وادار می‌نماید که نسبت به تقدیم این بعده پسرک بی‌طرف نماند. повесть دارای صحنه‌های نهایت حساس و پرفاجعه است که به خواننده احترام و دوست داشتن پدر و مادر، قدر نمودن دوستان وفادار، پاس داشتن خاطرات نفران نزدیک، شناختن انسان‌ها و همیشه به فردای درخشان باوری داشتن را می‌آموزاند. کتاب و موضوع فراگیر آن هیچ وقت کهنه نمی‌شود، زیرا هرچند بپرستار وضع روزگار مردم فرانسه را در آخر عصر 19 نقل کند هم موضوعهای چون ناسازگاری‌های عائلوی، بی‌مسئولیتی والدین، بپرستار ماندن و آواره‌گردی کودکان را پیگیری می‌کند که در عین زمان نیز مشکلات جامعه و خیلی مؤثرند. خاتمه غیر چشم داشت و نهایت تصویر نازکبینانه عائله سرجم ریمی جوان با مادر اصلیش خانم میلیگن، ماینزرش بربرین که او را کلان کرده بود، دادرش ارتور، همسرش لیزا، دوستان عزیزش ماتیا و اینکسگ پیرگشته کپی که یک وقتا با آنها در کوچه ها هر گونه موسیقی می نواخت و سرود می سرایید و صحنه ها نشان میداد، شما را وادار می سازد که یادداشت‌های ریمی را بار دیگر صحیفه گردان نمایید. خصوصا خاطرات نیکی پیرمرد ویتالیس که برای ریمی سرودخوانی و عودنوازی را آموخته بود در دل و دیده خواننده جایگاهی مخصوص را می گیرد. سوژه رقت‌آور، موضوع مشکلات جامعه و شایسته تحسین به مؤلفش گکتور مالو زمینه شد تا سر کرده از سال 1913 این جانب از طرف شرکت و استودیوهای سینماگرایی فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، انگلیا، چخیا و ژاپن چندین فیلم‌ها با نام‌های بی عائله، قصه ریمی، پسرک بی سرپناه ریمی و سرگذشت ریمی نواربرداری شدند. ولی خود повести بپرستار و تصویر بدیعی لحظه‌های گوناگون حیات از زبان خود قهرمانش ریمی خیالات خواننده را بای و رنگین نموده او را وادار می‌سازد که خود را همچون قهرمان اساسی احساس کند و حالت روانی ریمی را در وضعیت‌های گوناگون درک نماید. بینندگان عزیز، повести مذکور با زبان تاجیکی ترجمه شده است و شما می توانید آن را از دلخواه کتابخانه‌های جمهوری دسترس نمایید.